الان راجع به تخصص داریم صحبت می‌کنیم. خیلی از دوستان الان خیلی سال دارن کار میکنن، حالا با یه سیستمی اومدن جلو، کسب و کارشون رو بردن جلو، حالا 100% چالش هم دارن توی کارشون. میخوام ببینم چجوری استارت بزنن، چیکار کنن، یعنی از کجا شروع کنن؟ برای شروع کسب و کار یا برای توسعه کسب؟ برای من اول روی صحبتم با کسایی هست که الان فعال صنعت زیبایی هستن، میخوان که یه سر و سامونی به کسب و کارشون بدن. اولا باید برن آموزش تخصصی ببینن. ما هرچی رو به جلو میریم علم اهمیت پیدا میکنه. شما پیش کسی میرید خدمات میگیرید که سواد علمیش هم داشته باشه. یعنی اگه من قرار موهامو به کسی بسپارم، باید اون فرد بدونه تفاوت نوع موی من با موی دیگری چیه، موادی که هیچ موادی رو نمیشه برای همه موها استفاده کرد و حتی خیلی موارد دیگه. ببینید استرس تاثیرگذاره، بحث بیماری تاثیرگذاره و خیلی موارد دیگه. در گذشته اینها رو نمیدونستن و میومدن میگفتن خب کیفیت رنگ اینه، میخواستن رنگ بزنن. حتی استرس اون آدم در زمان رنگ میتونه تاثیرگذار باشه، یا اینکه قبلا چه پیش زمینه‌ای روش بوده. حالا اینکه چون ما انقدر مشاوره دادیم دیگه در زمینه کاراش هم یه ذره اطلاعات داره. دکولوری که میکنن، شما مثلا میخواین بالفرض کراتین بکنید، اینکه مو دکولوره باشه، اینکه قبلا رنگ شده، اینکه چگونه بوده، اصلا چه جنس مویی داره، اینا همه تاثیرگذار. یعنی فقط بحث مواده نیست. حالا همه اتفاقات مینداختن سر مواده. آره مواده خوب نیست، مواده اینه، ولی نه، خیلی از اتفاقات. پس علم در اینجا مورد نیاز میشه. در همه مشاغل این اتفاق افتاده. تو همه کسب و کارها علم مهمه. علم مهم شده. علم از کجا میاد؟ از فضا که نمیاد. یک انسان مسئولیت پذیری اومده یک کاری رو تجربه کرده، مکتوبش کرده و اومده این رو به عنوان علم مطرح کرده. پس همون راه درسته. ممکن اون فردی که این کتابو نوشته 100 تا کار انجام داده، اشتباه در اومده، یکیش درست در اومده و اومده اینو یادداشت کرده. اونهایی که میخوان در سالهای آینده بمانند، اولا یک، مسئولیت پذیر باشن. دیگه اون دوره‌ای که من یه مشتری رو بیام یه پولی ازش بگیرم و رفت بذار و بعداً مشتری جدید میاد گذشته. هیچ تبلیغاتی به اندازه تبلیغات دهان به دهان مؤثر نخواهد بود. الان خیلی از سالونا دارن هزینه تراکت میدن، اشتباهه. کارت ویزیت اشتباهه. هیچ کدوم از اینا مناسب سالن زیبایی نیست. کسی که وارد سالن من شده، خدمات من، رفتار من خیلی بالاتر از کارت ویزیت من تاثیر داره. اون به یادش میمونه و دیگه نیازی هم به کارت ویزیت نداره. کسی که اومده آدرس منو داره، شماره منو داره یا پیج منو داره، پس کارت ویزیت هیچ اهمیتی نداره. یک سری خدمات حسی ما باید به آدما بدیم. ببینید هر اتفاقی در زمینه چه فروش خدمات چه فروش محصول از طریق حس انجام میشه. شما زمانی کالایی رو میخری که حس خوبی بهش داری. حالا این حس خوب یا از قبل برات به وجود اومده، تو ذهنت اومدی، مثلا گنجوندی من رنگ سبز دوست دارم، من این نوع پارچه رو دوست دارم و شما میری توی خیابونی در یک مغازه این لباس رو میبینی، مورد علاقت میشه و حس خوب پیدا میکنی. وقتی شما وارد یک لباس فروشی میشید و میبینید اون آدم داره به شما یک حس بد منتقل میکنه. تو مانتو فروشی ها خیلی اتفاق میفته، میخواد بره مانتو بخره، فروشنده همش داره دنبالش میاد و شما حس ناامنی میکنید، بنابراین حس بد میگیرید و خرید نمی کنید. یا میرید یک مغازه‌ای، فرد با یک احترامی، با یک شوق و اشتیاقی، با یک حسی، با یک کاری، یه حس خوب برای شما به وجود میاره، میرید انجام میدید و حتی اگر کار عادی هم بکنه برای شما کار بزرگ یعنی و قشنگ. سوای تخصصه. پس این انسانیت این و هم اون باید یاد بگیرن دیگه. یعنی این ارتباط هم باید یاد بگیرن. حس خوب. دیگه همه چی حس خوبه. چجوری ایجاد کنن؟ همه چی حس خوبه. الان دیگه حس خوبه. شما باید بشینید حس خوب به آدم ها بدید، از اون طریق آدم ها برمیگردن. پس باید چه کار بکنید؟ یک سری ارزش افزوده بدید. مثلا زرنگبازی در کسب و کار جواب نمیده. در عصر حاضر از متریال خوب باید استفاده بکنید، از موارد بهداشتی باید استفاده بکنید. شما نباید نسبت به بهداشت بی تفاوت باشید و باید از خیلی از ابزارهای یک بار مصرف یا یک سری چیزا استفاده بکنید که اون حس بده رو نده، حس ناامنیه رو نده. یا بیایید خیلی موارد رعایت بکنید. همینطور وقتی مشتری میاد، ببینید جذب مشتری خیلی سخت تره تا اون نگهداشت مشتری که همین الان دم دست من است. از اون طرفم نگهداشت مشتری سخت تر از جذب مشتریه. پس این دوتا رو اگه ما بخوایم در نظر بگیریم، مشتری که همین الان پیش منه، من اونو طوری باش رفتار میکنم
چون هزینهش برای من کمتر از مشتری جدیده که بار بعدی بیاد. خیلی ترفند ها هست، اما همین که من با رفتار خوب، با حس خوب، این که من اطلاعات بهش بدم، ببین این موهای تو جنسش اینه، اصلا برام مهم نیست که این کاری که داره انجام میده شاید ناخون باشه، ولی من دارم در مورد موهای صحبت میکنم. موهایی که تو داری، سعی کن از این شامپو استفاده کنی، سعی کن بعد از شستشو از این استفاده کنی، سعی کن خشک کردن تو اینجوری انجام بدی. 4 تا چیزی که داره میگه. ببین پول من مهم نیست، من به عنوان یک انسان که اومدم اینجا اهمیت دارم و دلش میخواد که من موفق باشم یا من بهتر به خودم برسم یا من اشتباه نکنم. این یک ارزش افزوده است. بله. من سکوت کردم بیشتر برای اینکه از فرمایشات خواهش میکنم واقعا از فرمایشاتشون استفاده کنن. قبلش هم بهشون گفتم من نمیخوام زیاد حرف بزنم، دوست دارم که بچه‌ها واقعا از اطلاعات شما استفاده کنن. ایشالله بیشتر داریمشون از این به بعد توی برنامه‌مون. خیلی ممنونم از حضورتون. ایشالله که اتفاقای بهتری در راه هست. با ما همراه باشین در برنامه بیوتی تاک و برنامه‌های دیگه رسانه نووا بیوتی تیوی. همراهتون هستیم. مشروع کامل صحبت‌های ما رو ایشالله در کانال یوتیوبمون و کانال آپارات میتونید به صورت کامل مشاهده کنید. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم. متشکرم. خدا نگهدارتون.